بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، در این درس ناقض هفتم رو باذن الله شرح و توضیح داده می شود. و این هم اهل علم اتفاق شدند که السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله او رضي به كفر. این از اجماع اهل علم که سحر و از جمله سحر صرف و عطف است. صرف و عطف را باذن الله باز شرح میدهیم. پس کسی سحرگری کرد یا اینکه راضی شد به سحر، گرچنده که سحر نکند هم به سحر ساحرها راضی شد، قبول کرد، پس او کافر است. دلیل بر این الله سبحانه و تعالی در سوره بقره در آیه 102 می فرماید که واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله سبحانه و تعالی می فرماید که شیطان ها در زمان پادشاهی و در زمان پیامبری سلیمان علیه السلام و مردم می گفتند که یعنی که به مردم سحرگری را تلاوت میکردند. الله گفت که اتبعوا ما تتلو الشیاطین، یعنی اون چیزی که شیطان برای آنها میخواند پیروی میکردند. و سلیمان کافر نگشت، یعنی هرگز دست به سحر نزد. وقتی که سلیمان را که در زمان پیامبریش تمام جنها و حشرات و پرنده و ابرها و شمال در زیر اطاعت سلیمان الله گردانده بود با اذنش، لذا جنها در این حالت چه کردند؟ برای سلیمان علیه السلام را بدنام کردند، گفتند سلیمان برای ما سحر تعلیم کرد. الله گفت که سلیمان کافر نشد، لیکن کافر شیطان ها شدند که آنها به مردم سحر را تعلیم دادند. یعنی سلیمان کافر نشد، یعنی به دست خود را به سحر هیچگاه نزده است، چرا که سحر کفر است. شیطان ها کافر شدند. اینجا دلیل است که بله شیطان ها کافر شدند، گفت یعنی که همون نسل جن هایی که به سحر دست خود را زدند. و ما انزل علی الملکین، الله در دوامش میگوید که از آنچه مقصد آن دو فرشته که هاروت و ماروت در بابل، یکی از منطقه های عراق، آنها نازل شدند، پیروی کردند و آن دو فرشته به هیچ کس چیز تعلیم نمیداد، یکی آنها برای امتحان آمده بودند. میگفتند که از پیش، یعنی پیشکی میگفتند که ما همچون یک وسیله امتحان هستیم، پس کافر نشوید. یعنی پیش از این مردم برای امتحان هاروت و ماروت آمده بود، در آنجا آنها طلب میکردند سحر را و هاروت و ماروت میگفت که ما برای امتحان آمده بودیم از جانب الله، لذا شما کافر نشوید. یعنی سحر کفر بودنش را در این آیت واضح میکند. اما سحر در لغت اصلا هر چی که پوشیده است و سبب آن لطیف و یعنی که دقیق است، هر چی که سببش دقیق است و مثلا چه خیلی که در شریعت هم گفتند که بندوبست کردن، رد کردن، بندوبست کردن سحر که با وسیله شیطان ها، استفاده کردن شیطان ها و جن ها برای ضرر رساندن به دیگران استفاده کرده می شود. سحر در عقیده اهل سنت و الجماعت حقیقت دارد، یعنی به معنی که تاثیرش حقیقی است، سحر خیالی نیست، همون گونه که اهل سنت و الجماعت در این عقیده هستند. اما معتزله ها، فرقه های اهل بدعت میگویند که بله سحر این خیال است فقط، یعنی در اصل سحر تأثیر ندارد، بیمار نمی کند و چیزی نیست. ولیکن اهل سنت و الجماعت ما عقیده داریم که سحر حقیقت دارد، یعنی حقیقی سبب بیمار شوی، سبب گم شدن عقل، البته بعد اذن الله، بدون اذن الله هیچ چیز نمی شود. علامه ابن القیم رحمه الله میگوید که
کسی که عقیدت بر این دارد که سحر حقیقت ندارد، این خلاف صحابه و سلف صالح و خلاف مفسرها و فقها و اهل حدیث گشته است. و حتی عقلا یعنی که ما باید سحر را بدانیم که سحر در بیماری، وزنین نمودن کسی، وزنین شدنش، بسته شدن یا اینکه باز شدن، بد دیدن کسی، دوست داشتن کسی و غیر از آن اثرهایی که وجود دارد و عامه مردم آن را میشناسند، چه که در کتاب بدائع الفواعد در جلد 2 آورده است. یعنی که حقیقت سحر در عقیده اهل سنت و الجماعت چه دارد؟ تأثیر دارد، ولیکن این سحرگر هیچ وقت بدون اذن الله نمیشد. یعنی در تقدیرش در تقدیر کسی باشد آنها چقدر سحر کنند، الله اگر نخواهد آن هیچ نمیشد، لیکن در تقدیر کسی باشد او میشد. و همچنین در اینجا اهل علم اتفاق کردند، یعنی که اختلاف وجود ندارد که سحر و از جمله سحر این صرف و عطف است. صرف و عطف چی معنی دارد این کلمه های عربی؟ صرف آن است که در اصطلاح خود ما گرم و خنک کردن است. صرف یعنی مرد آنچه که دوست می داشت، زنی که دوست می داشت مثلا، دیگر برعکس می شود، دوست داشته اش را بغض و بدبینی و نفرت پیدا می کند، دیگرگون می شود. این تاثیر سحر است که دشمنان این کار را می کنند. و همچنین عطف است، یک عمل سحری است که مانند صرف است، ولیکن چی است؟ با واسطه شیطان ها، سحرگرای کافر چه میکنند؟ جادوگرها و فالبین ها، اونچه که اصلا مرد یا زن اونچه که اصلا بد میدید گرم میکنند. خنوک این صرف است، عطف این گرم کردن است. گرم میکنه یک چیزی که اصلا دوست نمیدارد، کسی که دوست نمیدارد اون رو دوست میداشتگی میشود، این را عطف نامیدن. این هم عملی کفری است، گرم و خنک کردن زن و مرد زن را، یعنی که مرد را برای زن گرم میکنن یا زن را برای مرد خنک میکنن، این عملی کفری است. و اینجا سوال میشود که حکم سحرگر از این معلوم شد که شکننده اسلام است. سحرگر کافر است. ظاهری این لفظ ناقض هفتم رو که خیلی که خواندیم معلوم است که الله سبحانه و تعالی آن دو فرشته را فرستاد، آن دو گفتند که از پیش مقصد میگفتند که ما امتحان هستیم، ما برای امتحان آمدیم، پس کافر نشوید. پس سحر و سحرگری کافر شدن انسان را دلالت میکند این آیت. و البته این در چی است؟ در رأی در عقیده امام احمد و امام مالک و ابو حنیفه و غیرها می باشد. و اما فقط شافعی اختلاف کرده است و این اختلاف یگان تأثیری هم ندارد، یعنی که اگر این اختلاف را حتی اگر شرح داده شود حقیقتا یگان ضدیت ندارد، یعنی که این ناقض هفتم اصلا اختلافی نیست، اتفاق است. اختلافش که شده است اون یک موضوع خاص است که میگوید امام شافعی که سحرگر را گفته میشود که سحرت را برای من وصف کن. مثلا سحرگر میگوید سحرش را نشان میدهد، وصف میکند، اگر با جنها همکاری کردنش یا عملی کفر کردنش، دعوای غیب نمودنش و هر عمل و کفری که اجرا میکند با واسطه آن با شرک و کفر اگر باشد، سحرگر را کافر میگوید. و اما سحرگری که با واسطه مثلا ماده کیمیایی، با ماده خیمیا یا مثلا با بعض گیاه ها که گیاه شناس یا کسایی که خیمیک هستند چه میکنن؟ مثلا ماده خیمیا این را با آن جمع میکنن، اگر کسی آن را بخورد شاید عقلش گم شود و شاید به یک حالت گرفتار شود، بیماری شود. و البته این نمود سحر شافعی و همچنین امام علامه شنقیطی اینها در نظر دارند که این سحرگری که کافر نیست، انا همین کسی که با واسطه فقط همکاری نمیکند با جنها، مثلا مثل فالبین ها و جادوگرهایی که امروز هستند، آنها قرآن رو زیر پا میکنند در پنهانی، مثلا با خون حیض چی میکنند؟ غسل میکنند، یا اینکه آنها دشنام میدهند پیامبر، یا مقصد چی میکنند؟ بسیار عملهای جنوب میگردند، عملهای کفر میکنند.
و با جین ها همکاری میکنند، در نزد پای جین ذبح میکند. کسی که نزد فالبین جادوگر و سحرگرایی که امروز به نام دعاخوان، قصیده خوان مشهور هستند میرد میگه که یک ذبح کن، بیماری خودش بیان میکنه، میگه یک مرغ کش. بعد اون مرغ در نزد او میکشد، میآورد، او در نزد پای جین کشته میشود. در نزد پای جین میکشند، به نام جین میکشند او فالبین، او جادوگر. پس این کفر است، این ذبح به غیر الله است. از همین سبب سحر اصلا چه خیلی که گفتیم فالبینی، پیشگویی و غیره ها، اینها همه کفر هستند. از همین جهت الله سبحانه و تعالی فرمود که ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق. و به تحقیق آنها دانستند که هر کس، یعنی خریداری ان همون سحر باشد، طلب کننده سحر باشد، در آخرت هیچ نصیب ندارد، یعنی که کافر است. الله در آیه دیگر میگوید ولا یفلح الساحر حيث اتى، در سوره طه آیه 69 میگوید سحرگر هیچگاه نجات نمییابد. و این را ما باید بدانیم که حکم سحرگر چیست. وقتی که ما سحرگر را یافتیم، سحرگر، جادوگر و فالبین و پیشگو، اینها را چگونه شریعت اسلام بر ضد آنها قضاوت میکنه. و این است که عقیده اهل سنت و الجماعت در این است که خب حتی همون سحرگری که در اصل گفتیم همه کافر هستند، جادوگر و فالبین و پیشگو اینها، و حتی قسمی که با گیاها و با ماده کیمیایی برای ضرر نمودن دیگران استفاده میکند که این هم سحرگر نامیده میشود، همه سحرگران را کشتنش فرض است. چرا که او فساد کننده در روی زمین است، میان مرد و زن جدا میکند و باقی ماندن آن در روی زمین خطری بزرگ است و فسادی بزرگ است در مجتمع مسلمانان. و در کشتن آن سحرگر که او را کشته شد، جادوگر و فالبین را، پس در نتیجه فساد را از بین برده بندگان در زمینشان از پلیدی آن نجات می‌یابند. از همین جهت دلیل بر این بجال ابن عبده روایت میکند که تابعین میگوید جزع ابن معاویه میگوید که میگوید کاتبی جزع ابن معاویه بودن میگوید در شام. پس نامه از عمر ابن خطاب آمد، امیر المؤمنین، دومین خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم، که در اون همه صحابگان بسیار که آنهایی که در حیات بودند در این حکم کسی اختلاف نکرده است. از همین جهت اجماع است که سحرگر را باید کشته شود، چرا که او فساد، حتی توبه کند هم توبهش نزد الله است، ما او را باید بکشیم اگر دستگیر کردیم. اگر خود با پای خود توبه کرده بیاید او را فرصت داده می شود، توبه داننده می شود. خب از همین جهت عمر رضی الله عنه در نامه اش به جزع ابن معاویه نوشت که در هنگامی که او امیر بود، او نوشت به امیرش خلیفه مسلمانان که هر مرد و زنی که ساحر است او را بکشه، جادوگر و سحرگر و فالبین را بکشه. میگوید من هم، میگوید جزع ابن معاویه 3 ساحر را کشتم. و میان صحابه در این مسئله اختلاف وجود ندارد. و همچنین حفصه دختر عمر رضی الله عنه که کنیزش به سحر مشغول شد او را کشتند. و همچنین دیگر دلیل های وجود دارد که با وجودی که حدیث از جندب روایت است که حد الساحر ضربه بالسيف، جزای سحرگر این است که شمشیر را به گردنش زده می شود، یعنی با شمشیر گردنش را از سرش جدا کرده می شود. و این البته با سند صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت نشده است، ولی خودی قول کی است؟ جندب است. و اینجا دلیل است که یعنی که قول صحابه است، صحابه ها اجماع هستند که سحرگر را باید کشته شود. خب اینجا سوال می شود که سحر را باز کردن، کشادن سحر چگونه باید کشاد؟ کسی به سحر گرفتار شد در تقدیرش بود. و چه خیلی که ما گفتیم الله در قرآن فرمود که و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله، آنها سحرگرا، جادوگر و فالبین ها و همچنین جن ها و شیطان ها به کسی ضرر رسانده نمیتونند الا باذن الله، بعد از آنکه که اذن الله بود در همون در تقدیر کسی سپس می شود. و اگر نه اصلا از اذن الله بیرون کار کرده نمیتوند از آنها.
پس کشادن سحر کسی که گرفتار شد دو خیل است. باز کردن سحر با سحر با روح شیطانی با همون نزد سحرگرا و فالبین ها میروند، سحر را باز میکنند و میکشایند. و البته این هم عمل کفری است. اما باز کردن سحرهایی که جایز است این چه است؟ از طریق دعاها و دعاهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم دادن و همچنین آیات‌های قرآن کشادنش چه است؟ جایز است. رفتن نزد پیش ساحرها اصلا کاهن و ستاره شناس و در این ناقص حتی ستاره شناس و گراسکوپ، کسایی که در گازیت و در تلویزیون و در اینترنت استفاده گراسکوپ میکنند و باور دارند، آنها هم اجرا کننده های گراسکوپ و باور کننده ها کافر هستند. چرا که او گراسکوپ از طریق ستاره شناسی میگوید دعوای غیب کرده، کسی که تولدش فلان از روزی تولدش در چهارشنبه مثلا تولدش داشته باشد چنین میشد، پیشگویی میکند، دعوای غیب میکند. پس ستاره شناس ها به یک شخص از طریق ستاره که این غیبیات را پیشگویی میکنند کافر هستند و باور کردن آن هم کفر است. و اگر فقط انسان برای باور ندارد آنها را کافر میداند، سحر آنها را باطل میداند، تصدیق نمیکند، ولیکن فقط یک پرسم کنی چی میگوید گفته برای مسخره کردن یا اون که برای کنی چی میگوید یک پرسش کند، سحرگر را 40 روزه نماز انسان قبول نمیشد. ببین گرچنده که قبول نکند هم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که نزد فالبین برود و درباره چیزی از او بپرسد، فقط سوال کند که چی میگوید، باور ندارد لیکن یک میپرسد، 40 شبه نماز او قبول نیست. این حدیث را امام مسلم روایت کرده. پس این حدیث دلیل بر آن است که بله سحرگر را نزدش رفتن با طریق اینکه فقط سوال کرده شود، البته این چی است؟ سوال کرده شود با وجودی که باوری ندارد، این انسان 40 روزه نمازش قبول نمیشد، یعنی گناهی کبیره است. اما اگر از آنها سوال کند و با یعنی که سحرگر نزدش رود و از آنها سوال کرده تصدیق کند و گفته های فالبین و جادوگر و سحرگر را اجرا کند، پس در این حالت او کافر شده است. چنانه که در حدیث صحیح آمده است با سند صحیح، حاکم در مستدرکش از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس نزد فالبین یا جادوگر می رود و در مورد آنچه که مقصد آنها میگویند وقتی که تصدیق میکند، بدون شک آنها آنچه که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است کفر ورزیدند، یعنی که با قرآن و سنت کافر شده است. پس این موضوع دلالت بر آن میکند که بله این موضوع سحر این طور خطرناک است که ما باید آگاه باشیم. موضوع سحر این طور خطرناک است که ما باید آگاه باشیم. موضوع دیگر این است که
در این قسم سحر داخل می شود. همچنین این چی است؟ موضوع سحری خیالی که بر خیال انسان ها تأثیر می دارد. سحری مثلا سحرگری که بازی های پهلوانی یا اینکه سیرک و اینها هم سحر است که در خیال انسان تأثیر دارد. سر را از تن جدا می کند و دوباره پیوست می کند، یا از داخل یک سوراخی یک حلقه خورده داخل مثلا یک چیزی بزرگ داخل می شود، یک حیوان بزرگ یا یک انسان بزرگ، و یا چیزهای وزنین را می بردارد، یا اینکه آتش می خورد یا مار می خورد، یا با ماشین را با دندان می کشد یا با ریش می کشد. اینها که همش چی است؟ سحر که اینها همش همچنین نواقض اسلام شده، چرا که با این وسیله آنها چی میکنند؟ برای با این وسیله برای مردم را فریب نمودن، چشم مردم را، خیال مردم را میپوشانند. و از این جهت ما از این مسئله باید اینکه با خبر باشیم و احتیاط و حذر باشیم. خیلی که گفتیم سحری اینکه از طریق گراسکوپ، ستاره شناسان، سحری که از طریق نتیجه فالبینان و قماربازان و غیرها نشان داده می شود، ما بر حذر باشیم، چرا که عمل کفری است. و کسی که نزد فالبین می رود حتی چیزی گم کرده است، یگان مثلا می خواهد که یگان چیز رو معلوم کرده است، شخصی گم شده است، چیزی و غیرها، چه می کند؟ نزد آنها می روند و آنها گویا از غیب رو غیر از الله کسی نمی داند، او با خبر می کند. و اینجا باید بدانیم که سحرگر برای چی کافر است؟ برای که عملهای شرکی کفری میکند، یعنی از طریق از ستاره ها و کوكب ها و از اینها و یعنی که یاری طلب میکند، با جن ها همکاری میکند، با شیطان ها عملهای کفری شرکی میکند و دعوای غیب میکند. اینها کفر حسابیده میشد. وقتی که کفر حسابیده شد، اینها را کسی باور کرد، او هم کافر است. این از درس ما. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.